تو یارا میبینی که چه حالتا میشه. 1 میلیون هتل جور شد. 1 میلیون هتل. دوستایی که بسیار دینداری ماست برای ما چی میگه؟ مولوی صاحب والا نمیشه که ده هتل نگیریم. کی گفته که 1000 نفر خبر کو؟ کی تو رو مجبور ساخته؟ وقتی یک زن مسلمان از گشنگی میموره غیرت نداری که یک بجارده بگیری در خانهش برتی، لیکن میری اونجا به نعوذ بالله و مردمی که در اون مجالس فسق و فجور شریک میشه. یا کدام مردم هسته شکمی از وار خواب سیر کو نانی 600 روپگی و 1000 روپگی را سرش بخور، باز در روز قیامت جواب بگو. روز قیامت جواب بگو ایمان کدام ایمان است؟ به کدام کتاب عقیده داری؟ به کدام رسول تابعداری رشیه اعلان کردی؟ برای ما بگو. نگفتی که بچه کاکا، بچه خاله، بچه عمه و همسایه در اونجا توی گرفته و این کارا را میکنی. نه تنها که نمیرم از ما و تو دیگه بس